گروه ایجادی تلویزیونی تاجیکستان از رفت خدمت و شرایط اجتماعی سربازان و افسران قسم‌های حربی 3502 و 5453 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شناس شد. در رفت شناسایی ما از آماده باشی حربی، تمرین‌ها، فعالیت درسی و تعلیمی سربازان قسم حربی از نزدیک معلومات گرفتیم. در قسم حربی 5453 افسران و سربازان آموزش تعیینات مخصوص را می‌گیرند. مشق‌های دائمی آنها اینگونه صورت می‌گیرد. هر جوانی که به خدمت مادر وطن دعوت می شود باید از اجرای این تمرین ها برآمده تواند. سربازان در این قسم حربی درس‌های نظریوی و عملی می‌گذرند. در برابر آموزش درس‌های نظریوی آنها مهارت اندوخته‌شان را در درس و آموزش عملی نشان دهند. طرز درست با یارق جنگی سر و کار گرفتن را از خود می‌نمایند. برای سربازان و افسران در قسم حربی تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است. همزمان صحتی و سلامتی افسران و سربازان در مد اول قرار گرفته در این سمت تمام شرایط‌های خدمت رسانی مهیا میباشد. در محیط اتفاق و همدیگر فهمی در یک مدت کوتاه سربازانی از هر مناطق کشور به یکدیگر دوست و برادر شده دست کمک دراز کردن را به یکدیگر دریغ نمی‌دارند. آنها در جایهای معین جدا شده قسم حربی برای چورابینی‌های فرهنگی و ورزشی پیش از استقبالگیری جشن و چورابینی‌ها جمع شده برای در سطح ضروری گذراندن روزهای خرسندی نقشه می‌کشند. صحبت گرم و جوشانی آنها گفته این سخن هاست. این نمود تمرین که سربازان اجرا میکنند برای حفظ خلق و دولت از دشمن میباشد. این تمرین چند قسم جدا ناپذیر دارد که سربازان و افسران الکی با مهارت والا آن را از خود کردند. خشونای داخل در کشورم خشونای داخل در
سربازان و افسران به سردی و گرمی طاقت‌فرسای هوا نگاه نکرده برای حفظ این وطن خدمت می‌نمایند. در کوه‌های برفپوش ما سربازان را هنگام تمرین و مشق‌های حربی و نظامی دریافتیم. این گروه سربازان و افسران خدمت حربی را در قسم نظامی مغاب واقع در شهر وحدت می‌گذرانند و برای تمرین‌های همه روزه وقت خود را سپری می‌نمایند. آنها برای آبادی و بی‌خطری تاجیکستان عزیزمان سهم‌گذار هستند. پولک فوری تعینات مخصوصی قسم حربی 3502 همه روزه در حالت آماده‌باشی جنگی قرار داشته شبانه و روزانه مشق‌های تاکتیکی در موضع‌های دشوارگذر کوهی را می‌گذراند. فرمانده قشون‌های داخلی به افسران و سربازان توصیه می‌دهد که در همه حالت هوشیار باشند و مشق‌های تاکتیکی را ماهرانه از بر نمایند تا در وقت عملیات‌های جنگی زحمت نکشند. پولک فوری تعینات مخصوص قسم حربی 3502 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی همچون پولک فوری بوده همه روزه ما در حالت آماده‌باشی جنگی قرار داریم و وظیفه‌ای که در نزد ما گذاشته شده است چطوری که قید می‌نماییم برای تامین امنیت شهروندان مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و اینچون سفرهای مهمانان عالی قدری با جمهوری تاجیکستان می‌آیند تامین امنیت آنها را با جا می‌آوریم. مس همین تمرین‌های پیوسته افسران و سربازان شجاع و دلیر ماست که آنها برای حفظ و حمایت این وطن سهم ارزنده خود را می‌گذارند. وقتی ما به قسم حربی 3502 وارد شدیم برخی از سربازان با والدان خود واخوری داشتند. حسن و حسین دو برادری که یک جایه برای ادای خدمت وطن مادر آمدند و در اتاق واخوری با والدان سرگرمی صحبت بودند با خانواده‌ای. حسن و حسین از شما می‌خواستیم بپرسیم که خدمت در صف قوه‌های مسلح چگونه است و شما به خواهش خود به خدمت آمده به دیگر نورسان و جوانان چی گفتن می‌خواهید؟ خدمت مادر وطن برای هر یک جوانمرد این قرض است، ولی من از خودم هوس داشتم که برای صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدن می‌خواستم، ولی بعد ختم مکتب با همراه برادرم حسن اکتبر سال 2016 سال با خواهش خود یعنی از کمیسیت حربی نویه رو که دعوت شدیم و تا طول یک سال و 5 ماه می‌شود که در قسم حربی 3502 قشون داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت کرده استادیم. دو فرزند دارید؟ همین دو بچه. همین دو بچه هر دوشون خسته اومدن. بسیار خوب. شما در خونه زیق نمیشوید، یعنی خسته نمیشوید؟ بعضی وقتا فکر نمیکنید که هر دو فرزند رو یک بار به خدمت رمون کردید؟ وقتای اول میشه. هفتای اول 2 ماه 3 ماه خبر اومخته میشوی. با دیداربینی تیز میوه شرایط ها فراهم آورده شده است. خدا را شکر. با دیگر پدر و مادران چی میگویند؟ مثلا اکثر پدر و مادران هستند که زید هستند که فرزندانشون در قوه‌های مسلح ادای خدمت وطن مادر رو بجاورند. شما همچون یک مادری که فرزندان شما مدتی 1.5 سال خدمت وطن مادر رو در قوه‌های مسلح بجا میآورند، چی گفتنی هستید با دیگر پدر و مادران؟ هر یک پدر و مادر هوس داره، آرزو دارد که مثلا فرزندان خدمت را من با او روز سربلند گشته بیایم.
در قسم حربی 3502 نیز گروه افسران و سربازان پی تمرین بودند. تمرین و مشق‌های آنها از قسم نظامی 54-53 فرق دارد. این گروه افسران و سربازان برای تامین امنیت جمعیتی حصه‌گذار هستند. این تمرین گروه افسران برای از مسافه دور نیست نمودن دشمن آموزانیده می شود. مدت یکمی سال می شود در همین قسم حربی خدمت میکنم. وقتی نو دعوت شده بودم مینامیات 20 متر رو نمیفهمیدم، هرچند افسرای همین مینامیات با ما آموزاندن. اوزی برای تیرپانی تیاریم، آماده برای مینامیات آماده ایم. بجنگ و پیش یک گروه سربازان با ذوق تمرین می‌کردند. گروه ایجادی تلویزیونی تاجیکستان نیز با آنها همراه شد. آن تمرین هایی که در صف قوه های مسلح سربازان اجرا میکنند چندان کار آسان نیست. من نیز امروز خیلی کوشش کردم تا از عهده اجرای همین گونه مشق و تمرین های آنها برایم، اما پیوسته تمرین کردن امکانیت فراهم می‌آورد که ما توانیم این مرز عموم از دشمن حفظ نماییم. واقعا هم قسمی از تمرین هایی که در قسم حربی آموزانیده می شوند تمرین های ورزشی بوده. امکانیت هست که توسط این نمود تمرین ها سربازان ورزشگری خوب شوند. سربازان و افسران در قسم حربی 3502 صاحب تالار ورزشی خوب می باشند. اکثریت عسکران یا افسران ورزشگر بوده. امکانیت هست در مسابقه های ورزشی شرکت نمایند. در قسم نظامی 3502 باز ما با دو برادر دیگر که آنها نیز حسن و حسین هستند واخوردیم و صحبت داشتیم از رفت خدمت آنها در قسم نظامی. حسن خود شما هستید یا من شما خطر هستید؟ همراه خوب حسن هستم. شما من سرباز خطر همراه خوب حسین هستم. بسیار هم خوب حسن حسین. شما یک جایی به خدمت آمدید؟ بله. بعد ختم دانشگاه ما خودمان خواهش کردم خطی نیت کردیم که بسر قوای مثلا جمهوری تاجیکستان اومده ادای خدمت نمود. اینجا تمرین ها می شود، درس ها هستند. چی بیشتر برایتان پسند آمد؟ بیشتر با کار بس یارو فصلیه درس خونی برای سپورزال هست رفته در اونجا تمرین میکنیم. شما از همان سیمخانه های تعلیمی، سیمخانه های کامپیوتری، کتابخانه که برای شما در صف قوه های مسلح مهیا کرده شده است، یعنی شرایط فراهم آورده است، استفاده میبرید؟ بله، ما این کتابخانه و این چیزایی که در این 3502 قسم حربی 3502 ما بسیار چیزا رو آموختیم، یعنی تمام مشق و تیاری تاکتیکی جنگی، یعنی عمل‌های همین نظریه هم نظریه می‌کنیم و عملی وقت ساعت قطعی ما این چورو استفاده می‌بریم. چند مدت باز شده است که شما در صف قوه‌های مسلح خدمت وطن مادر رو انجام می‌دهید؟ 5 ماه می‌شود که در این قسم حربی 3502 ادای خدمت می‌کنیم. بسیار هم خوب. پدر و مادر خانواده به دیدار بینیتون می‌آید؟ بله می‌آید. ما خبرگیری می‌کنیم. شما نیز می‌روید به دیدار بینی؟ امکانیت هست که شما نیز به دیدار بینی بروید؟ رخصتی میتن 10 شبانه روز 7 شبانه روز ما رفته. وقتی که جوانان درباره خدمت حرف میزنن، بسیاری جوانایی که خدمت وطن مادر رو ادا نکردن، یعنی آنها ترس و وهم یک احساس فرا میگیرد که اینی من خدمت نمیروم. شما نیز پیش از خدمت آمدن چنین احساس داشتید؟ بله احساس بود. بعد اومدیم دیدیم شرایط اینجا رو خیلی خوب شده نظر به پیش. یعنی برایتان پسند آمد؟ بله پسند آمد. چون مثل مکتب تعلیمی است. بله در اینجا سیمخانه هست، رفته درس میخونیم.
спортзал‌ҳо рафтам тамрин мекунем. در قسم نظامی 3502 فرمه اسب‌های خدمتی موجود است که افسران و سربازان به نگاهبینی آنها مشغول می‌شوند. میدانچه تمرینی تیرپرانی قسم نظامی 3502 از دیگر قسم‌های نظامی حربی فرقی دارد، چون امکانیت برای تمرین در این قسم نظامی بهتر و خوبتر است، زیرا جای تمرین مناسب بوده. افسران و سربازان امکانیت دارند به دشواری تمرین تیرپرانی نمایند. برای سربازان این نمود درس و تمرین حربی خیلی مهم است. این نمود تمرین برای دستگیر نمودن دشمن گذرانیده می شود. این تمرین آماده‌باشی جنگی نام دارد. ما طول یک هفته زیاد این چیزها رو مشق کرده از خود کردیم. ما فخر از آن داریم که در چنین قسم حربی 3502 خدمت کرده ایستادیم و اینچنین که با ما کماندیرانمون هر یک نازکی‌های این سند رو نشان داده. همه سربازان و افسران که محافظان این مرز و بوم وطن هستند، تمام تمرین‌های حربی را در مدت 2 سال خدمت حربی می‌آموزند و همه جانبه برای حمایت این وطن آماده‌اند. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم به پرچم و نشان آن، قسم به مغز ریزه های نان آن، قسم به عزم حلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آفرم. کنیم لازم آید نثار جان و تن، برای حفظ مرز و بوم این وطن، به نقد جان قسم به او وفا کنیم، وجود خود به هستیش فدا کنیم. برای سربازان جوان در قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تمام شرایط فراهم آورده شده است. سربازان جوانی که عائله‌دار هستند امکانیت فراهم آورده شده است که آنها می‌توانند با عائله خود محض توسط آن همین اتاق بخوری نمایند و نگفته نماند که شرایط‌ها برای زیستن در آن همین اتاق فراهم آورده شده است. می‌رویم و دیدن می‌کنیم. این سرباز مدت 6 ماه است که خدمت حربی می نماید. در این مدت خانواده‌اش به عیادت او آمدند. از خدمت در عملی سطح قواهای مسلح افتخار میکنید؟ البته بله افتخار میکنم. مینتداری خود را بیان میکنم که برای ما سربازان عائله‌دار، سربازانی که صاحب عائله، صاحب زن و فرزند هستیم، چنین یک محیط فراهم آوردند که عائله‌های ما در روزهای استراحت میتوانند به عیادت ما بیایند و چگونه که با شما معلوم شد، شما دیده برآمده این فضای آسایشته‌ای که برای ما مهیا گرداندن، ما میتوانیم با اهل عائله خود دیداربینی کنیم.
پیش از خدمت اومدن الکی شما اویلادور بودین، یعنی 6 ماه گذشت. بله. همسرتون زید نبودن هنگامی که به خدمت اومدین؟ راستی بسیار در خانه با هزل و شوخی صحبت میکردیم که میگفت اگر روز شود و به خدمت روی. من میگفتم اگر که این چیز برای من میسر گردد، یعنی نه هر کس در میسر میگردد که شامل این مکان و شامل این جای گردد، یعنی نه به همه موفق میشود که همچون سربازی وطن شود. سربازی وطن بودن هم برای هر یک شخصیت این یک فخر است. این چونین برای اهل اویله من نیست. امروز من فکر میکنم که اویله من و این چونین این فرزند دوسترویکی که در نزد شما است خردسال هستند، کلام که شوند میبینند این صحبت ها رو، این نوارها رو، و من باوری کامل دارم که هم همسری من هم فرزندی من از من فخر باید کنم، افتخار کنم. افتخار میکنم. بسیار هم خوب. بله، افتخاری ملی است چون شوهرتان در صف قوه‌های مسلح خدمت وطن مادر و جامعه. شما نیز زمانهایی که اول به صف قوه‌های مسلح داخل شدن، یعنی برای خدمت دعوت شدن، اون زمانها چه احساس فرا گرفته بود؟ یعنی می‌خواستید که بیاید؟ نه نمی‌خواستم. یعنی آمدم وقتی که آمده شرایط را دیدید، یعنی امکانیت هایی که برای واخوردن شما هست، امکانیت هایی که شما میتوانید تست و دیداربینیش بیاید، از این چی؟ خیلی خرسند شدم، دیدم که شرایط همه نغز است، همه مهیا است. بعد تست اومدن که بسیار خوب. بیننده های عزیز نگفته نماند که امروز قابل جان به تنهایی خدمت وطن مادر رو به جان نمی آورد، بلکه همسرش، فرزندش نیز در آن همین خدمت شریک هستند، چون آنها نیز به واسطه به قابل جان کمک میرسانند. خیلی شاد هستیم از آن که چنین جوان مردان با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح داخل شده خدمت وطن مادر رو ادا می‌نمایند و ما را از دشمن حفظ میکنند. برای شما موفقیت آرزومندیم. بگذار با سری بلند خدمت انامی وطن مادر رو ادا کنید. موفق باشید، کامیاب باشید. تمام شرایط ها برای خانواده سربازانی که به دیداربینیشان میآیند در قسم نظامی فراهم آورده شده است. در قسم نظامی سربازان سرود و ترانه های سرشار از مهر و محبت را قرائت می‌کردند. همه یک جا نشسته برابر سرودخوانی می‌نمودند. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. من رو دینم و مانم، تو را به برف و باران، تو را به چشم سارم، تو را به آب شوانم. ای کاش که بدانم در تیرم آنچه ماند از این همه خروش و مستی و شور و تو خیال. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانیست، آنجا که پا گذارم آنجا پر از جوانیست، آنجا پر از جوانیست. باید گفت که گروه از سربازان قسم نظامی کاری نگهبانی شبانه روزی را بر عهده گرفتند که همه روزه این گروه نوبتداران شبانه برای امن و بی‌خطری در شهر دور می‌زنند.
افسران و سربازان شجاع و وطن دوست، محافظان این مرز و بوم برای آسودگی این دیار بهشت‌آسا که نامش تاجیکستان است کمر همت بسته آن را چون گوهرک چشم حفظ می‌نمایند. کیستان کند سپر سینه پر از محبتک، کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش، آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزد و به جان اهریمن، آن که صبح و شام کشیدن از مصاف خواند و قصیده و ترانه وطن، کیست سر سپرده وطن؟ من و تویه آن که دوست دارد این چمن، من و تویه کیست سر سپرده وطن؟ من و تویم آن که دوست دارد این چمن، من و تویم با غرور با روحی شکست ناپذیر خود، دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری بی نظیر خود، آن که پاسداری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوام ملت است، آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن، کیست سر سپرده وطن؟ من و تویه آن که دوست دارد این چمن، من و تویه کیست سر سپرده وطن؟ من و تویم آن که دوست دارد این چمن، من و تویم آن که دوست دارد این چمن، من و تویه کی سر سپرده وطن، من و تویم آن که دوست